روز 15 روابطتان را به شکل جادویی بهبود بخشید. بودا میگه حفظ عصبانیت همانند برداشتن زغال داغ به قصد پرتاب آن به سمت فرد دیگری است. اما شما کسی هستید که میسوزید و آسیب میبینید. در صورتی که الان درگیر یه رابطه نابسامان یا گسسته هستید، قلبتون شکسته یا به هر دلیل از این نفر کینه به دل گرفتید یا خودتون رو سرزنش میکنید که چرا نتونستم مثلا اون حرف بزنم جوابش رو بدم با که میتونستم، درگیر همچین مشکلات و معضلاتی هستید. امروز قراره که برای شما بهبود بدیم این کارو. میایید یک رابطه نابسامانی که دارید و خیلی سخت اصلا مشکل آفرین شده و دغدغه ذهنیتون شده و دلتون میخواد بهبودش بدید و بچه‌ها انتخاب کنید و بیایید حالا اسم فرد رو میایید می‌نویسید، اینو فراموش نکنید. مثلا 10 تا از خصوصیاتی که طرف مقابلتون دارد و قراره بنویسید و به خاطرش سپاسگزاری کنید. مثلا گفتم اسم فرد، مثلا زهرا، متشکرم به خاطر لحظات بسیار خوبی که با هم سپری کردیم. اینم یه مثال ساده و راحت. 10 مورد از اون شرایطی که گفتم رو می‌نویسید، لحظات خوبی که با هم دیگه داشتین و با هم دیگه رو می‌نویسید و اون رابطه نابسامانه از اون زغال داغی که تو زندگیتون افتاده بچه‌ها که اول مثال زدم براتون نجات پیدا می‌کنه با همین سپاسگزاریه و اون زغال داغه به چی تبدیل میشه؟ به طلا تبدیل میشه. این یکی از تمرین‌ترین تمریناتی که بود بهتون دارم. حالا دیگه خودتون میدونید که چقدر باید ازش استفاده ببرید و نهایت سود رو وارد زندگی خودتون بکنید.